پوست یکی از مهمترین اعضای بدن ماها حساب میشه. حالا رسیدگی کردن به پوست چند تا مزیت داره. وقتی به پوستت رسیدگی میکنی جذاب و زیبا به نظر میرسی، پس در نگاه اول مخاطب رو به خودت جذب میکنی. از نظر دیگه اعتماد به نفست میره بالا. وقتی جذاب باشی، شاداب باشی، تراوت داشته باشه صورتت، یه اعتماد به نفس خاصی پیدا میکنی. پس در درجه اول باید به پوستتون اهمیت بدید و رسیدگی کنید. حالا حتما نیاز نیست مثل این خانم چند نمونه ماسک و چیزای مختلف رو پوستتون امتحان کنید. یه سری راهکارهای ساده تری هم هست که با اونا میتونید یه پوست خیلی خوب و عالی داشته باشید. حالا قراره تو این ویدیو من چند تا راهکار واسه داشتن پوست سالم رو بهتون معرفی کنم. سلام به کانال من، خوش اومدید. اولین و راحت ترین راهکار نوشیدن روزی 8 لیوان آبه. اگر بتونید آب ولرم بنوشید خیلی بهتره، چون از دهیدراته شدن پوستتون جلوگیری میکنه. راهکار بعدی خوردن میوه و سبزیجاته. حالا یه سری میوه ها و سبزیجات هستن که برای پوست واقعا مفیدن، مثل گوجه فرنگی، مثل گیاهان برگ سبز پهن، مثل ویتامین C، مثل سیب فوق العاده است واسه پوست. پس سعی کنید تو سبد غذاییتون حتما میوه و سبزیجات باشه. راهکار بعدی حذف قند مصنوعیه. این خوشمزه های لعنتی رو یه مدت بزنین کنار و اصلا نخورید. سعی کنید توت خشک یا خرما استفاده کنید. نوشیدنی های انرژیزا، نوشابه، این چیزا رو هم بذارید کنار. نوشیدنی های الکلی هم به کل فراموش کنید تا پوست عالی داشته باشید. داشتن یک خواب آروم و با کیفیت. حالا خواب آروم و با کیفیت چیه؟ این که 8 ساعت حتما بخوابید و یه خواب فوق‌العاده رو تجربه کنید. کانال ما رو داشته باشید و ما رو دنبال کنید.